دوستان، سوپانیکس گیم هستم. چطورین؟ اومدم با یه ویدیوی دیگه. تو این ویدیو بهتون یاد میدم که چجوری مجسمه خودتون رو بسازید. خب بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه ها، برای ساخت مجسمه خودتون اولین کاری که میکنید یه بلاک موقت برمیدارید. مثلا من اینو برمیدارم. خب میاین اینجا یه دونه 16x8 درست. خب بچه ها، من دیدم 16x8 خیلی بزرگه، برای همین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11x8 درست کنید شما. خب حالا میایم اینجا یه دونه 4 تایی درست میکنیم، 2 تا بهش فاصله میدیم، دوباره یه 4 تای دیگه. خب حالا که این چرا وسط نیست؟ بذار یکیشو بکنم. خب 10x8. الان شما میایین اینو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا میاریم بالا. خب بعد از اینکه این کارو کردید میاین اینجا یه حالا نمیدونم چی بگم به این. حالا اینم دوباره برای بدنش 12 تا میریم بالا. بچه ها دقت کنید، با این یه دونه اصلا نگین 1 2 3. اینجا با این یه دونه 2 3 4 5 اینجوری. خب بچه ها، بعد از اینکه این کارو کردین میاین اینجا 1 2 1 2 3 1 2 3. این مجموعاً میشه 8 تا. حالا 2 3 4 5 6 7 8. یه دونه هم باید اینجا یه دونه کم میکنم و یه دونه اضافه میکنم. خب اینجا ما یه 8x8 درست میکنیم، بعدش 2 3 4 5 6 7 8. این 8x8 رو مکعب میکنیم. خب بچه ها، بعد از اینکه این کار کردین حالا دستاش برابر میاین. برای اینکه اسکین خودتون رو نگاه کنید میتونید از اینجا نگاه کنید، بعد از اینجا از اینجا بهتر میتونید نگاه کنید. بعد بذارید از برنامه‌ای که اسکین رو نصب کردین هم میتونید نگاه کنید. البته اون سخته. خب الان مثلا من یه دقیقه بلاک های اسکینم بردارم. خب بچه ها، من بلاک های حدودی رو برداشتم. الان یه لایه سفید کلن، بعد یه دقیقه من کلن این لایه سفید باید باشه. اینجوری سفیدش میکنیم. حالا لایه بعدی 1 2 3 تا قرمز باید بریم بالا. 1 2 3 1 2 3. بعد اینجا اینجوری. خب بذار ببینم درسته. آره درسته. اینجا هم اینجوری میکنیم. اشتباه کردم. چرا درسته؟ اینجا هم سفید. خب این از این. حالا میریم اون براش. حالا من این پاشو تا یه جاهایی درست میکنم، بعد ویدیو رو بعد بهتون نشون میدم. خب بچه ها، مثلا من الان این قدر پاشو ساختم، نگاه کنید.
حالا پشتشم بسازم و بیام. خب بچه ها، اینم از کاری که من کردم. حالا میریم سراغ بدنش. خب بچه ها، این از یه قسمت بدنش. خب بچه ها، من 5 بار سعی کردم که پشتش رو خوب در بیارم ولی نشد. اینا رو هم که اشتباه گذاشتم واقعا که من اینا رو درست کنم. بله، من اصلا از نمای پشتش خوشم نیومد. 5 بار سعی کردم درستش کنم اما نشد. خب من اینا رو هم جلوی چشم خودتون درست کنم. و بله، اینم از نمای پشتش. را بیایم یه ذره تغییراتی توش بدیم. مثلا چیکار کنیم؟ این روشنه درست. اینجا مثلا اینجوری کنیم. نه خوب نمیشه. دقیقه. نه این. حالا اینم بد نیست. حالا بریم برای سرش. بچه ها، یه نکته رو بگم. شما باید اینا رو بکنید بعد جاش بذارید، نه اینکه مثلا روش بذارید. حالا مثلا من یه تیکه های از صورتشون رو درست کنم جلوی خودتون. الان مثلا اینجا 2 تا سفید با مشک. چقدر گوگلیه. خب بریم برای سرشو، دستاشو و تموم بشه. خب این از نمای جلوی صورتش. وای چقدر خوشگل شد خدایا. حتما این مجسمه رو درست کنید. ولی من تو سریای سروایول همچین مجسمه میساختم. سر این هدفونش دهنم سرویس میشد آجی. سر تو سریای سروایولم. بعد میدونید این پایینشو چیکار کنید؟ برای اینکه بهتر بشه شما میتونید پایینشو این بلاکو بذارید تا منطقی تر بشه. اینجوری. حالا من میرم تا ادامه صورتشو بسازم و بریم سراغ دستم. خب بچه ها، به اینجا رسید. واقعا خوشگله. این یکی رو خیلی خوب در آوردم. واقعا خوشگل شد. فقط اینجا چون صورتش اینجوری، این چون کلاه انداخته باید اینجاشو اینجوری میکردم. خب واقعا قشنگ شد. حالا میریم سراغ دستاش. اینجا باید چیکار کنید؟ باید بیاین اینجا چون هر قسمت این چی بهش میگن اسکرین 4 تاست. اینجا هم 4 تا میکنیم. یه دونه هم میبریم پایینش. بعدش هم 12 تا میریم پایین. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اینجوری. خب با اون ورش هم همین کارو میکنیم. خب بعد از اینکه این کارو کردین شروع میکنید به ساخت دستش. خدایی واقعا خوشگل شد. من خیلی ازش راضیم. به جز پشتش که زیاد ازش خوشم نیومد. خب دوستان، اینم از نتیجه کار. واقعا خیلی خوب شد. فکر نمی کردم انقدر بتونم خوب بسازم. عالی. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. امیدوارم تو سریای سروایولتون
همچین مجسمه رو بسازین. لایک کامنت دنبال یادتون نره. تا ویدیوی دیگه، بای بای.